به نام خدا. قسمت دوم از داستان عاشقانه نصرالدین و روحانگیز. نصرالدین بعد از گذر از سرزمین هزار چشم به دشتی رسید که مه غلیظی روی آن خوابیده بود. مهی خاکستری که شکل‌ها را می‌بلعید و صداها را مبهم می‌کرد. پیردانا هشدار داده بود در وادی نقاب‌ها هیچ چیز آن نیست که می‌بینی. نگاهت فریب می‌خورد، گوشت فریب می‌خورد و گاهی حتی قلبت. نصرالدین پا در مه گذاشت. قدم اول، قدم دوم، همه جا ساکت بود. تنها صدای نفس خودش در گوشش می‌پیچید. اما ناگهان صدای گریه‌ای شنید، نازک و لرزان. صدای یک دختر. نصرالدین یخ زد. این صدای روحانگیزه. بی اختیار به سمت صدا دوید، اما هرچه می‌دوید صدا از او دورتر می‌شد. انگار خود گریه او را به بازی گرفته بود. مه کمی کنار رفت و ناگهان دختری را دید، پشت به او با لباسی شبیه روحانگیز. شانه‌هایش می‌لرزید، گریه می‌کرد. نصرالدین پیش رفت. روحانگیز تویی؟ دختر آهسته سرش را برگرداند و چهرهش هیچ نبود. نه چشم، نه دهان، نه بینی، تنها یک سطح صاف خاکستری. نصرالدین وحشت زده عقب پرید. چند قدم دورتر 3 زن بی چهره دیگر ایستاده بودند. بعد 5 زن، بعد 10 زن. همه لباسهای شبیه روحانگیز اما بدون چهره. و همه در حال گریه. صدایی از بالای سرش آمد. اینجا سرزمین نقاب هاست. هر که در اینجا گم شود چهره واقعی خود را فراموش می کند. ابر مه کنار رفت و مردی ظاهر شد، لباسی بلند و نقابی فلزی با نقوش عجیب، قامتی بلند و صدای آهسته اما نافذ. نصرالدین گفت تو کی هستی؟ مرد گفت من نقابدار اول هستم، نگهبان حقیقت پنهان. آمده ای کسی را پیدا کنی، اما آیا چهرهش را واقعا به یاد داری؟ نصرالدین به دختری نگاه کرد که بی چهره گریه میکرد. قلبش لرزید. مرد نقابدار گفت اگر چهره او را از یاد ببری عاشق چه کسی هستی؟ سایش یا حقیقتش؟ بعد عصای فلزی خود را بالا برد و تمام زنان بی چهره آرام به سمت نصرالدین حرکت کردند. ناله ها، گریه ها و نجواها همه در هم پیچید. نصرالدین فریاد زد روحانگیز، من چهرت را هیچ وقت فراموش نمی کنم. تو را به خاطر قلبت می خواهم، نه صورتی که دنیا می بیند. ناگهان همه زنان بی چهره ایستادند. مه کنار رفت. زمین لرزید. نقابدار آهسته گفت پس هنوز لایق ادامه راهی. و با یک حرکت عصا تمام زنان دود شدند. نقابدار ادامه داد اما هنوز حقیقت را ندیدی. نصرالدین گفت کدام حقیقت؟ نقابدار نزدیک آمد. چشمانش پشت نقاب برق می‌زد. گفت روحانگیز تنها نیست. نصرالدین از شنیدن آن جمله یخ کرد. منظورت چیست؟ تنها نیست پس با کیه؟ نقابدار سکوت کرد. انگار نمیخواست یا نمیتوانست مستقیم بگوید. تنها با دست مسیری را در دل مه نشان داد. راهی که میروی تو را به دروازه سایه قلعه میرساند، جایی که زندانیان بی صدا نگهداری میشوند. اگر روحانگیز زنده باشد نور سایه قلعه تو را به سمتش میکشاند. نصرالدین گفت اگر زنده باشد یعنی چی؟ اما نقابدار فقط عقب رفت و در مه ناپدید شد. نصرالدین با اضطراب دلش پیش میرفت. راه باریکتر میشد، هوا سردتر. صدای سنگینی از دل مه می آمد. صدای شبیه زنجیرهایی که بر زمین کشیده می شود. چند دقیقه بعد مه کنار رفت و نصرالدین سایه قلعه را دید. قلعه عظیم به رنگ سیاه و خاکستری با برج‌هایی که انگار از تاریکی ساخته شده بودند.
نور ضعیفی از یکی از پنجره ها بیرون میزد. نور زرد، نور لرزان، نور امید. نصرالدین به قلعه دوید، اما قبل از رسیدن صدای آشنا و بم در گوشش پیچید. نصرالدین برگرد. نصرالدین ایستاد، گردنش خشک شد. این صدای کی بود؟ پیر دانا؟ اما نه، این صدا خشن‌تر بود، آشنا اما ترسناک. صدای دوباره گفت: تو هنوز آماده دیدن حقیقت نیستی؟ اگر وارد قلعه شوی چیزی میبینی که روحت را میلرزاند. نصرالدین فریاد زد: چه حقیقتی؟ بگو. صدای پر از غم و نیروی عجیب گفت: روحانگیز به خواست خودش به آنجا رفته. نصرالدین مات شد. دنیا دور سرش چرخید. به خواست خودش؟ این ممکن نیست، او دزدیده شده بود. صدا گفت: نه نصرالدین، روحانگیز رفت تا تو زنده بمانی. نصرالدین فریاد کشید: داری دروغ میگی. صدای پیر و سنگین آخرین جمله را گفت: حقیقت تلخ است، اما راه تو تازه شروع شده. مه دوباره همه جا را فرا گرفت و نصرالدین تنها ماند در برابر قلعه‌ای که شاید داخلش عشقش بود یا کابوسی از حقیقت. فضای داخل قلعه سرد بود. سایه ها روی دیوار حرکت می‌کردند بی آنکه کسی باشد. هر گامی که نصرالدین برمی داشت، صدای پای دیگری از پشت سر تقلیدش می‌کرد. اما او عقب نمی‌زد. در انتهای راهروی طولانی تالاری قرار داشت. سقف گنبدی، دیوارهایی با نقش‌های قدیمی و در مرکز تالار سکویی سنگی که رویش صندوقی قرار داشت. صندوق قفل نبود، ولی گردی از آن برمیخاست که مثل بخار از دل روزهای قدیم باشد. نصرالدین با احتیاط در صندوق را برداشت. درونش یک حریر آبی بود، پارچه‌ای که بوی گل یاس میداد. همان بوی روحانگیز. نصرالدین نفسش بند آمد. پارچه را نزدیک صورت برد. چشمهایش پر از اشک شد. این پارچه اوست. او اینجا بوده. اما کنارش چیزی دیگر بود. یک گردنبند نقره‌ای با نشان نیمه ماه خونین. و زیر آن یک یاد داشت: اگر می‌خواهی به او برسی، راه از دره فراموشی آغاز می‌شود. اما بدان، روحانگیز دیگر همان دختر پیشین نیست. با صدای آرام گفت: این حریر 3 روز است که اینجاست. دختری که آن را اینجا گذاشته زخمی بود. به تنهایی آمد و به تنهایی رفت. نصرالدین دلش فرو ریخت. زخمی؟ چه کسی؟ نگهبان گفت: دشمنش نه ما بودیم نه سایه قلعه. دشمنش خودش بود. دلش با چیزی جنگ میکرد که ما نمیدانیم. نصرالدین با ایمانی تازه گفت: پس هنوز زنده است. نگهبان پاسخ داد: زنده اما تنها. دره فراموشی را که آغاز کنی، هر خاطره‌ای که دوستش داری بر ضدت برمیخیزد. نصرالدین حریر آبی را محکم در مشت گرفت. اگر راهی به او هست، من از آن میگذرم، حتی اگر تمام خاطراتم علیه من شوند. نگهبان سر خم کرد: پس راه برایت باز است مسافر. دروازه دیگری در تالار با صدای عجیبی کنار رفت. آن سوی دروازه جاده‌ای باریک دیده میشد که به سوی دره‌ای مه‌آلود میرفت. قبل از خروج نصرالدین یک بار دیگر بو کشید. بوی روحانگیز، بوی امید، بوی عشق، و قدم در مسیر جدید گذاشت. نصرالدین پس از عبور از راه باریک و سنگلاخی پشت سایه قلعه به لبه دره‌ای رسید که هیچ کسی جرأت نزدیک شدن به آن را نداشت. دره مثل دهانی باز و تاریک بود. مهی خاکستری روی دهانش میچرخید و صدایی شبیه زمزمه هزاران نفر از آن میآمد. اما نه زمزمه مردم، بلکه زمزمه همین مه‌هایی که انگار زنده بودند. پیر گفته بود دره فراموشی جایی است که انسان با خودش روبرو می شود.
با هر خاطری که دوست دارد و هر خاطری که از آن می‌گریزد. نصرالدین نفس عمیقی کشید و وارد مه شد. همین که چند قدم برداشت، مه اطرافش شروع به چرخیدن کرد. زمزمه ها بلندتر شد. ناگهان صدایی آشنا شنید. نصرالدین چرا دیر رسیدی؟ او خشکش زد. این صدای کی بود؟ برگشت و چیزی که دید قلبش را لرزاند. روحانگیز درست مقابلش ایستاده بود. چهره همان، لبخند همان لباس، همان چشمهای پرنور. نصرالدین نفسش بند آمد. روحانگیز تو زنده ای؟ دختر نزدیک شد. من همینجا بودم، همیشه همینجا، فقط تو دیر آمدی. نصرالدین جلو رفت، دستش را دراز کرد که دست او را بگیرد، ولی دستش از میان روحانگیز عبور کرد، مثل اینکه بین انگشتانش فقط مه باشد. چهره دختر در هم پیچید، چشمها سیاه شد، لبخند تبدیل به نگاهی خالی شد. تو دیر رسیدی نصرالدین، مثل همیشه دیر. نصرالدین یک قدم عقب رفت. تو روحانگیز نیستی، تو یکی از سایه های این دره ای. تصویر دختر پاره شد، مثل دود و در هوا محو شد. زمزمی در مه پیچید. دره فراموشی هر چیزی را که بیشتر از همه می‌خواهی به شکل سایه نشانت می‌دهد تا ببینی که چقدر به آن وابسته‌ای. نصرالدین به خود لرزید، اما ایستاد. تو هر چه می‌خواهی نشان بده، من عقب نمی‌نشینم. قدم به پیش گذاشت. چند دقیقه نگذشته بود که صداهای دیگری در مه پیچید. نصرالدین تو هیچ وقت نمیرسی. او تو را نمیخواهد. تو تنها یک خیال بافته ای. این صداها از خاطراتش بودند. از روزهایی که به خودش شک داشت. از لحظاتی که فکر میکرد محبتش برای روحانگیز یک طرفه است. با هر قدم مه شکل یک چهره میگرفت. گاهی خودش در کودکی، گاهی استاد قدیمیش، گاهی حتی روحانگیز، اما نه واقعی. تمام این تصاویر فقط یک مأموریت داشتند: شکستن قلبش. اما نصرالدین آروم گفت اگر قرار بود با این صداها شکست بخورم، پیر دانا هیچ وقت مرا نفرستاده بود. و بالاخره مه باز شد. در دل دره پلی باریک قرار داشت، پلی از سنگ‌های شکسته که هر لحظه ممکن بود فرو بریزد. بالای آن روی صخره دور سایه‌ای دیده می‌شد، سایه یک دختر. نصرالدین زیر لب گفت این خودش است، این یکی سایه نیست. وقتی نصرالدین قدم روی پل گذاشت، باد شدیدی وزید. پل ناله کرد، سنگ‌های زیر پایش تکان خوردند، اما چشمش فقط با آن دختر روی صخره بود. او می‌دانست این بار سایه نیست، چون مه به آن نزدیک نمی‌شد. مه از او می‌ترسید. وقتی به وسط پل رسید، ناگهان صدایی از پشت سرش آمد. برگرد، این راه برای تو نیست. نصرالدین برگشت. پیر دانا آنجا بود. اما نه، پیر دانا نبود، سایه‌ای به شکل او بود. اما این یکی حرف می‌زد، مثل پیر واقعی، با همان مهربانی، با همان قدرت. سایه پیر گفت اگر به او نزدیک شوی، سرنوشت را تغییر می‌دهی. روحانگیز دیگر فقط یک دختر نیست، او حامل چیزی بزرگتر است. نصرالدین مکث کرد. حامل چه چیزی؟ سایه پیر گفت روحانگیز لعنت شده است. در وجود او آینه هزار سایه قرار دارد، وسیله‌ای که هر احساسی را به 1000 برابر تبدیل می کند. سایه ادامه داد عشقش 1000 برابر می شود، ترسش 1000 برابر می شود و وقتی از تو دور شد دلیلش همین بود. نصرالدین قلبش لرزید. یعنی او از من فرار کرد چون نمیخواست به من آسیبی برسد؟ سایه پیر سری تکان داد. اگر عشقش را رها نمی‌کرد، تمام سایه ها به تو حمله می‌کردند و او رفت تا تو زنده بمانی. نصرالدین چشمهایش را بست.
چقدر این حقیقت سنگین بود. اما وقتی دوباره چشم گشود صدا از آن سمت پل آمد. نصرالدین بیا. این بار صدای خودش بود. این روحانگیز واقعی بود. او روی صخره نشسته بود. پوششی تیره روی شانه‌اش، موهای پریشان اما همان چشمهای پرنور. نصرالدین بدون درنگ گفت سایه برو کنار. اگر قرار است نابود شوم خودم انتخاب میکنم. من برای عشقم می جنگم نه برای نجات جانم. سایه پیر چهرهش لرزید و محو شد. نصرالدین از پل گذشت. به صخره رسید. یک قدم، دو قدم. روحانگیز سر بلند کرد. چشمانش اشکی بود. تو چرا آمدی؟ من که گفته بودم نباید دنبالم بیایی. نصرالدین آهسته گفت چون عشق من از هزار سایه نمی ترسد. و اینجا بود در لحظه ای که دو نگاه به هم گره خورد مه دره شروع به چرخیدن کرد. چیزی عظیم در دل دره بیدار شد. هنوز معلوم نبود چیست، اما یک چیز قطعی بود. از این لحظه سفر نصرالدین و روحانگیز دیگر فقط یک جستجوی عاشقانه نبود، بلکه آغاز یک نبرد بزرگ بود. باد سردی در دل سایه قلعه میپیچید. دیوارها دیگر سنگ نبودند. انگار از خاطره ساخته شده بودند. هر قدم نصرالدین صدایی شبیه زمزمه گذشته را زنده میکرد. روحانگیز ایستاد. چشمانش روی تالاری افتاد که در میانش آینه عظیم قرار داشت. آینه‌ای که تصویر را نشان نمیداد، بلکه حقیقت پنهان شده آدم‌ها را نمایان می‌کرد. پیر دانا گفته بود هر که روبروی آینه هزار سایه بایستد یا آزاد می‌شود یا می‌شکند. روحانگیز آرام گفت نصرالدین من پیش از آن که دختر وزیر باشم دختر این آینه‌ام. و آینه بیدار شد. درون آینه گذشته آشکار شد. پدر روحانگیز نه فقط وزیر بلکه نگهبان تعادل میان سایه و نور بود. او برای حفظ جهان دخترش را به آینه سپرده بود تا سایه قلعه نتواند به دنیای انسانها راه یابد. اما روحانگیز فرار کرده بود و با فرارش تعادل شکسته بود. سایه ها از دل دیوارها زنده شدند. نه هیولا نه دیو، بلکه خاطرات سرکوب شده آدم ها. نصرالدین شمشیر چوبیش را بالا آورد. برای نخستین بار شمشیر نور داد. نه برای جنگ، برای انتخاب. روحانگیز گفت اگر بمانم جهان نجات پیدا می کند، اما دیگر هرگز انسان نخواهم بود. نصرالدین لرزید. تمام سفر، تمام خطر برای رسیدن، نه برای از دست دادن. و در همان لحظه سایه قلعه حرف زد. یکی باید بماند. سکوت سنگینی تالار را گرفت. حتی سایه ها ایستادند. نصرالدین قدمی جلو رفت. شمشیر را زمین گذاشت. گفت اگر قرار است کسی بماند من میمانم. روحانگیز فریاد زد نه تو از این دنیا هستی. نصرالدین آرام لبخند زد. همان لبخندی که در دشت سرگردان زده بود. گفت من از اول هم گم شده بودم. این سفر من را پیدا کرد. آینه درخشید. سایه قلعه لرزید. اما آینه حقیقت دیگری نشان داد. شمشیر چوبی تنها برای کسی نور میداد که عشق را بدون تملک بفهمد. آینه گفت فداکاری وقتی معنا دارد که از روی آگاهی باشد، نه از ترس از دست دادن. روحانگیز جلو رفت. دست نصرالدین را گرفت. گفت پس بگذار انتخاب مشترک باشد. آن دو کنار هم ایستادند. نور و سایه در هم تنید. آینه شکست، نه با صدا، با آرامش. سایه ها فرو ریختند. سایه قلعه فرو ریخت. وادی نقاب ها خاموش شد. نصرالدین در دشت بیدار شد. خورشید طلوع می‌کرد. روحانگیز کنار او نشسته بود. نه به عنوان دختر وزیر، نه نگهبان، بلکه انسانی آزاد. او گفت
آینه نابود شد اما تعادل باقی ماند، چون حالا هر دو می‌دانیم سایه بدون نور معنا ندارد. آن دو از هم جدا نشدند، اما وعده دادند هر کدام راه خود را بروند و هر جا سایه‌ای سنگین شد یاد بگیرند پیش از جنگیدن انتخاب کنند. این داستان تمام شد، اما اگر سایه قلعه هنوز در دل ماست، شاید داستان دیگری باید آغاز شود. اگر دوست داری فصل بعدی از دل تاریخ و افسانه شروع بشه، کامنت بگذار و بگو ادامه بده. خیلی ممنون که تا پایان این داستان همراه من بودید. لطفاً کامنت، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا حکایت بعدی، به امید دیدار.